بیاین یک نظر داشته باشیم به قیمت بیت کوین. بیت کوین یک اصلاح انجام داد، نقدینگی را جمع کرد و دوباره به ناحیه حمایتی خود حوالی 89400 را تست کرد. این حرکت باعث شد که بسیاری از تریدرها، مخصوصا کسانی که پیش از حد لیوریج گرفته بودند یا بدون پلان وارد شده بودند، از مارکت خارج شوند. نکته مهم این است که شادو یا همسایه مهم نیست، کلوز مهم است که کجا بسته میشه کندل. بعد از جمع‌آوری نقدینگی بیت کوین تانست کلوز روزانه خود را بالای $91000 ثبت بکنه و یک سیگنال بسیار مهم بود. کلوز روزانه برای یک سطح کلیدی نشان میده که خریداران هنوز در کنترل بازار هستند و کنترل در دست دارند و حرکت نزولی بیشتر یک شکاوت بود نه یک تغییر روند. در حال حاضر بیت کوین بالای $91000 در حال حفظ شدن است. تا زمانی که این سطح را از دست نده، جهت کلی بازار همچنان صعودی باقی خواهد ماند. این سطح اکنون از مقاومت به یک حمایت تبدیل شده و این دقیقاً همان چیزی است که در یک ساختار سالم و بولش ما انتظار داریم. قیمت ممکن است یک مدت نوسانات داشته باشد، با پولبک های کوچک بزنه، اما تا وقتی حمایت با قدرت شکسته نشود، بیس بازار هنوز صعودی هست. هدف بعدی در مسیر صعودی همچنان $94000 است، ناحیه‌ای که قبلا واکنش مهمی از قیمت دیدیم. اگر بیت کوین دوباره به این محدوده نزدیک شود، باید انتظار نوسان داشت. ممکن است یک حرکت سریع بالای این سطح را برای جمع کردن نقدینگی انجام بده یا هم یک ریجکت کوتاه مدت بده. واکنش قیمت در این ناحیه سیگنال واضح بعدی ما برای ادامه حرکت یا ورود به فاز رنج خواهد بود. در کنار این، توجه به شرایط کلی بازار هم مهم است. بسیاری از آلت کوین ها حتی در زمان اصلاح بیت کوین ساختار خود را حفظ کردند. این نشان میده که بازار ضعیف نیست. زمانی که بیت کوین حمایت هایش را تست بکنه و حفظ بکنه، معمولا با آلت کوین ها هم فضا میده تا حرکت خود را انجام بدن و به همین دلیل است که تایمینگ ورودها و گرفتن ترید در اطراف سطوح کلیدی بیت کوین اهمیت بسیار مهم داره. یکی از اشتباهاتی که تریدرها میکنن واکنش احساسی به کندل‌های سرخ است. وقتی قیمت به محدوده $89000 رسید، ترس همه جای بود، اما اگر به جای احساسات به ساختار کلی نگاه میکردین، این حرکت یک حرکت قابل انتظار بود. در حال حاضر بازار صعودی است، همچنان از ادامه حرکت نقدینگی باید جمع شود و قانون مهم اسمارت منی هم همین است. باید صبور باشین، به سطوح مهم احترام بگذارین و اجازه بدین که بازار به سمت شما بیاید، نه که شما دنبال قیمت بدوید. اگر دنبال تحلیل های دقیق روزانه کریپتو با ساختار شفاف و سطوح دقیق هستین، میتونین به چینل تلگرام ما بپیوندین و رایگان ازش استفاده بکنین. موفق و پرسود باشین.